در شهر شمال و غربی پیشور پاکستان، حزب مخالف عوام ملی در نزد بیناهای حکومتی که با نشر کارت‌های هویت مشغول میباشند، اعتراض تشکیل کرد. این حزب میگوید مقامات تقدیم کارت‌های هویت 75,000 پشتون تبار اعضای حزب عوام ملی را بدون شرح به تأخیر انداختند. اما منصبداران ابراز داشتند که سبب تأخیر بازبینی پرونده‌های پناهندگان افغان است. در آذربایجان تأثیر بی‌قرب‌شوی پول ملی احساس می شود. روز 21 فوریه منت آذری در مقابل دلار آمریکا تخمیناً 3.1 قربش را از دست داد. سبب بی‌قرب‌شوی منت پایین‌شوی نرخ نفت، مال اساسی صادرات آذربایجان نامیده می شود. روز 23 فوریه دکان‌های آذربایجان دوباره باز شدند و در آن نرخ اشیا از نان تا جهاز الکترونی به طور قابل ملاحظه بالا رفته است. در پایتخت گرجستان شهر تبلیسی مراسم یادبود سربازانی که سال 1921 هنگام تجاوز شوروی به قتل رسیده اند برپا شد. پرزیدنت گرجستان گیورگی مرگبلاشویلی و سروزیر این کشور ایرکلی غریبشویلی در این جمع آمد سخنرانی کردند. سپس به یاد قربانی‌های این نزاع در حوله پارلمانت گرجستان عبادت دسته‌جمعی برگزار گشت. در شهر سرایوو پارلمانت بوسنیا و هرزگوین اسنادی مربوط با تطبیق اصلاحات برای همایش به اتحادیه اروپا را تصویب نمود. در پی آوازدهی طرحریز سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی وکیلان مردمی بوسنیا و هرزگوین را تبریک کرد. سفر خانم موگرینی همچون تشبث نو بروسل در مذاکرات عضویت بوسنیا و هرزگوین در اتحادیه اروپا ارزیابی می شود. در کابل 10 نفر تظاهرات تشکیل نموده تقاضا کردند که به خاطر جلوگیری از خشونت بر ضد زنان اقدام بیشتر اندیشیده شود. اعتراضگران ادعا دارند که حکومت وحدت ملی افغانستان برای مجازات مسئولان خشونت بر ضد زنان به قدر لازمی تشبث نشان نمی‌دهد.